محمد جان لپای بابا انا بچم درخت مانه که آب دادیم نگاهبین کردیم هیچ خیلی خوب است ها اینه دیدی این خرمه ها را انا نصیب باشه این خرمه ها را خود ما خانه دا میمونو قدیم میگیریم خودت می بابا خال محمد بابا خال محمد محمد جان کو بچم درخت شو رازی رازی بچه جان السلام چه کنی بابا بیا همه جایم بیا بیا کجورا خود بیا بابا خال محمد سازی تینجی خدا تبازه زندگی سازه همونو نزن خدا را شکر بشه خدا را شکر ناز باشی ناز من خبر بگیره خوب کردیم چه خوب کردیم حالا خونه اومدی اوه خونه اومدم همه دین همه آدما دیدن در هم بازار دونی مرغ سودا کردی اوه قدونی مرغ دکورا نرخش میدونی اخیو گفتن خودت ارزان میفروشی راست گپ همین 90 درمی هم فروختم 85 درمی هم فروختیم نه که مخته 80 درمی میتم ما خدمت ارزان میتی آخی 15 درمی یا 20 کیلو نه 15 کیلو بیور باسای دو مرغک دارم خیلی با خلاصی با بیو بر باید تا تخمک شما خرم برام تست هم جا بیس نه مایل بو همین جا بیس مایل هم جا میستم بیا این مسافری با برکت بوده این خرما چانیگو قباستای کی یکم کیلو خرما میدو تا بوشا جورا خان اولا بالا 15 کیلو گفت جو او 15 کیلو اینو آوردم 15 کیلو خرما ای چی دونی مرغ با خرما میگی کو نه ما هوش ما خرما را خدمت خرمای مرا نگاه نکن اینا گندم تبگی حالی با یه هفته بار نصیب باشه بازار خرما ببرم با خرما تمیتم انا 80 درم میگفتم کو 80 درمی خوب یا کو درست هذه بقيه هو كورش الكون انا شلون نمخري عوضي كلودي ما برام همين برقم من قدونا بتم كيف الشهر بعد بوزيا خلاص كشف دقايق جونرا بالي خانه خدم بيو خدم ما بيو ما خونه خدم بيو ايه ارجون بيتم بالي قبل بالي السلام علیکم کجورا خان چخلی سازی چیزی حالا سازه از جو گشتی برداری اینم یک کم تا دونی مرغ گرفتم چندی گرفتی دونا دونی مرغ هم برای ما ارزان دو چندی 80 درم ایوا قیمت گرفتی 80 چه درم قیمت گرفتی چه قیمت اون گذری ما در خونه بهردین 30 درمی دونا چند درمی 30 درمی نرفتی اوجا گیری چه 30 درمی اخی ما دا همین قسم کردم ما خونه که بهردین گرفته 30 درمی راست بگو ما بگردم برم مثلا بابا خود محمد سیدری پرجوت نه محمد زیو مال ما رفتم بابی خول محمد این صفه به این صفه نخود تو هم این صفه نداشته باشم نخود تو باید 80 درم سودا کنی 50 درم شد حالی من بیام حالی من بسر تا برم بابای خال محمدی خال داری؟ خال محمد چوکه داشت این صبح نمیشه دونه همین در خونه بری جون 30 درم تو مدام گرفتی 80 درم سودا کردی نه دونت پولی مرا باته من چه درکی فروختم کو تمام دیگه سوم نه کن هست سوم مرا باته نمیتی انگور خریدم سیب خریدم با کی تد ما دا فرقش چی انگور خریدی تو پولی مرا باته نمیتی خواهی بگیری میره آقی گوش کن گفت یا فکر در سرم داد همین دونا اینه دونا تا خونه ما بردی مرغ دادی نه ازی ندادم همین در مرغ نه ندادم انا گوش کن برا تو بار همین مرغ تا بوده همه مرغ اگه جو میدونه که چه اینا 30 درم خریدی یا 80 درم